سخن به جایی کشیده. امروز علمای ما شهید میشه به خاطر رضایت دنیای کفری. امروز به نام اربکی تفنگ شانه کردن. امروز علمای ما را شهید میکنه. ماه قرن شهید کرد، هفته قرن شهید کرد. اما من میگم از این ملتی بغیرت که دیگه ملتی وجود نداره، عالم شهید میشه تماشا میکنه. از این دولت کرده به نام اسلام حکمرانی میکنه، از این کرده دشمن اسلام و ضد اسلام و ضد علما دیگر دولت وجود نداره. مگر ما دیدیم تا حالا مگر کدام اربکی را کدام دشمن عالم تا حالا محاکمه کرده باشند؟ نعره تکبیر، نعره تکبیر. زنده باد علمای حق، زنده باد علمای حق. خالف الیهود و النصارى. ای ملت مسلمه، به خدایتان قسم میتونم علما را شهید نکنین، با علما مخالفت نکنین. علما را شهید والله به خدا قسم روز قیامت گردن همه ما شما بسته نشد. علما مظلوم واقع شد، علما مظلوم واقع شد. یا الله به داد علما برس. یا الله امروز برای خوشحال ساختن یک مشت انجاس یهود دشمن اسلام علما شهید بشد. یا الله امروز علما بازخواستگر نداره. یا الله امروز مدارس ما توهین میشه. یا الله امروز مساجد ما خراب میشه. اما کجاست جناب آقای رئیس جمهور؟ کجاست جناب آقای والی؟ کجاست جناب آقای قماندان امنیه؟ کجاست جناب رئیس استخبارات ما؟ کجاست پیرمردان ما؟ کجاست وکیلان ما؟ کجاست جوانان ما که از خون از این علما دفاع بکنن، بازخواست بکنن؟ علما به چه جرم شهید میشن؟ علما جرمشان چی هست؟ چه گناه کردن؟ آیا گناهش امین است بر اسلام یاد داد؟ آیا گناهش امین است از کیان اسلامی دفاع را برد یاد داد؟ آیا گناهش امین است بر کلمه را یاد داد؟ آیا گناهش امین است تو را در مقابل دنیای کفری بسیج کرد برد ایمان اسلام یاد داد؟ خالف الیهود و النصارى. سحر بخورید با دنیای کفر، با دنیای یهود و مسیحیت مخالفت بکنید، علما را شهید نکنید. به خدایتان قسم، به او ربی که ایمان داری، اگر اربکی هستی هر کسی هستی، علما را شهید نکن. والله به خدا قسم از گرفت خدا نجات پیدا نمیکنی. شهید کردن عالم شهید کردن نبی هست. شهید کردن عالم شهید کردن انبیا. این صفت مردم یهود بود، انبیا را و دعوتگران شهید میکردن، نمیگذاشتن سخن حق به گوش مردم برسن. اینها چون جلو فسق و فجورشان گرفته میشد، امروز چاشت روز روشن عالم شهید میشه، اهل منطقه و جوان و پیرمرد تماشا میکنه. آیا مرگ بر بهتر نیست زنده بودنت؟ تو هم میگه من مسلمان هستم. مرگ برت. قسم به خدا که روز قیامت از ما پرسان میشه که علما پشتوانه کردن. زنده باد علمای حق، زنده باد علمای حق، زنده باد علمای حق. بزرگان، اما من از مسئولین نظام ایرا می طلبم و از علمای خود که خوابن، به خدا قسم خواب نشین. فردا سراغ تو میآید، سراغ من میآید. والله به خدا قسم نقشه استعمار است.
علمای ما را سر خود ما شهید میکنن میکشن، اما امروز او را شهید کرد، فردا ما را شهید میکنه، پس فردا تو را شهید میکنه. اما این را بدانی جان سالم به در نمیبری. به خدا قسم فردا مساجد ما را خراب میکنه، مدارس ما را خراب میکنه. اما ما از حکام نظام اسلامی، از رئیس جمهور، از دیگر بزرگان ای را میطلبم عاملین این قضیه خطرناک، این جنایت وحشتناک در تاریخ را باید پیگیری بکنن. در غیر این صورت والله به خدا قسم این نظام بقا نداره. والله نظام با ظلم بقا نداره، با کفر بقا داره. نظامی که با ظلم و تجاوز و تعدی بر اهل حق و بر مظلومین باشه اون بقا نداره. امروز یا فردا این نظام سرنگون خواهد شد، اما در پیشگاه الله به عنوان بزرگترین مجرم و جنایتکار تاریخ محاسبه خواهی شد، مگر اینکه عاملین این قضیه را دستگیر بکنی. آیا خون عالم ما از یک خون یهودی و آمریکایی پلید و نجیس مگر سبکتر است که امروز یک آمریکایی نجیس و پلید وقتی مردار میشه دنیا رو به لرزه میاره، رئیس جمهوری ما اعلام حمایت نکنه، والی ما اعلام حمایت نکنه، تلویزیون ها و روزنامه ها بیانیه میتن، تلویزیون ها روزنامه ها مسئولین نظام تحقیر میکنه، تردید میکنه و این قضیه را رد میکنه، اما اعلام حمایت خدا با یک دشمن خدا و رسول اعلام میکنه. وقتی که وارث نبی جانشین پیامبر شهید میشه مهر سکوت بر لب همه نهاده شده. کی است که آواز بلند کنه بر علیه باطل برای دفاع خون عالم؟ اینقدر بیقدر، این اندازه بی ارزش. فکر کردین ما روز قیامت سوال نمیشیم؟ به خدا قسم، والله قسم یاد میکنم از این منبر رسول، همه ما در پیشگاه الله مورد سوال خواهیم قرار گرفت. وقتی مظلوم بالخ عالم وقتی شهید میشه جرمش چی هست؟ گناهش چی هست؟ خانه کی را خراب کرد؟ کجا را بمباردمان کرد؟ که عالم به طور فجیع در چاشت روز شهید میشه و کسی نیست که صدا بلند کنه. خالف الیهود و النصارى، سحر بخیزین، سحری بخورید، دعا قبول میشه. دعا کنید برای اعلای کلمت الله، برای نابودی دشمنان اسلام، برای انتقام گرفتن خون شهدا و مظلومین.